سلام بیننده عزیز، برنامه اخباری آزادی به طور مستقیم دوام 15 دقیقه استودیو رادیو آزادی در پراگ پخش می شود. امروز 11 اپریل است. سرخط خبرها. یک روز پیش به مهاجرت رفته بودند. در صدمه مدهش در جمهوری یاقوتستان روسیه 4 شهروند تاجیکستان هلاک شده است. تاجیکیر دوباره به پرواز آغاز کرده است، ولی مشتریان از گرانی نرخ بلیط ها شکایت دارند. کاسبه 700 یا ولی تایید با چیکار میکنید درش نمیخیله وزیر یا بازوری یا بازار مهاجران کاری شکایت دارند که مقامات روسیه با هر وسیله تلاش دارند آنها را به جنگ اوکراین سفرور کنند. آنها به من گفتند تو به جنگ میروی. من گفتم شهروند ازبکستانم و نمیروم به جنگ. برنامه را با خبری از شهر دوشنبه آغاز میکنیم. رستم امامعلی پسر کلانی پرزیدنت تاجیکستان بار دوم رئیس مجلس ملی پلاتای بالای پارلمان شده است. آوازدهی روز 11 اپریل گذشت. مجلس ملی 33 عضو دارد و اکثر آنها از حزب حاکم خلقی دموکراتی هستند. 31 نفر آنها به جانبداری از رستم امامعلی رای داده، هیچ کس زید نبرآمده است. طبق قانون اساسی رئیس مجلس ملی شخص دوم در حکومت تاجیکستان است و در صورت استعفا، مرگ، بیماری یا از صلاحیت‌های خود دست کشیدن پرزیدنت تا زمان انتخابات او سرپرست مقام ریاست جمهوری خواهد شد. رستم امامعلی از ماه اپریل سال 2017 وکیل مجلس و رئیس شهر دوشنبه است. از سال 2020 وارد مجلس ملی شد و از آن زمان ریاست طبقه بالای پارلمان را بر دوش دارد. و در همین حال پارلمان تاجیکستان پیشنهاد کرده است که جزا برای گذاشتن لایک در شبکه‌های اجتماعی بیکار شود. وکیلان طرح تغییر به 2 بند کدکس جنایتی تاجیکستان را روز 10 اپریل قبول کردند. ماه اکتبر سال گذشته امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از زندانی کردن ساکنان برای گذاشتن لایک نگرانی کرده بود. اداره زندان‌های تاجیکستان گفته است که حالا بیش از 1,500 نفر برای گذاشتن لایک در مطلب‌های دارای خصوصیت افراطی در زندان هستند. همکارم کیومرث عطا این موضوع را پیگیری کرده است. کیومرث، جزئیات این تغییر چی است؟ سلام بینندگان عزیز، در خبرنامه پارلمان تاجیکستان گفته شده است که این طرح تغییر پس از پیشنهاد پرزیدنت امامعلی رحمان تهیه شد. امید کریمزاده، معاون اول دادستان کل به وکیلان گفته است که در ماده‌های وابسته به تروریسم و افراطگرایی تغییر وارد کنند و جوابگری جنایتی برای گذاشتن لایک در نوار و گزارش‌ها پوره برداشته شود. پرزیدنت رحمان روز 29 اکتبر سال 2024 در یک مراسم در شهر دوشنبه گفته بود که جزا دادن ساکنان برای گذاشتن لایک باید خاتمه داده شود. این طرح را هر 2 پلاتای پارلمان تاجیکستان قبول کردند و حالا آن را باید پرزیدنت امضا کند. در صورت امضا شدنش از طرف پرزیدنت و چاپ شدن آن در نشریه‌های رسمی، آن همچون قانون اعتبار پیدا می‌کند. کیومرث، در گذشته ما خبر و گزارش‌های زیاد داشتیم که اکثر فعالان و روزنامه‌نگاران نیز برای گذاشتن لایک به این یا آن مطلبی به ادعای مقامات ماهیت تروریستی یا افراطگرایی زندانی شدند. از جمله این حالت در پرونده عبدالله غربتی و ذوقی‌بک سیدامینی 2 روزنامه‌نگار ذکر شده بود. آیا با قبول این قانون آنها از جوابگری آزاد می‌شوند یا نه؟ عبدالمومن، در این بحث پارلمانی در این باره چیزی روشن گفتن نشده است. در گذشته نیز چنین تغییرات صورت می‌گرفت و مقامات همیشه می‌گفتند که چنین تغییرات به آنهای داخل خواهد گرفت که پس از تصویب قانون چنین کار یا چنین جنایت را کردند. معاون دادستان کل در پارلمان گفته است که زیاده از 1,500 نفر برای گذاشتن لایک در زندان ها هستند، ولی نگفته است که پس از قبول این قانون پرونده آنها آیا بازبینی می شود یا نه. اما نشریه صدای مردم این تغییر را یک دلیل رعیت پروری سردار دولت نامیده و از ساکنان دعوت کرده است که شبکه‌های اجتماعی را به هدف‌های درست استفاده کنند. یعنی گفته است که بهتر است در هر گونه مواد لایک نگذارند. تشکر. همکارم کیومرث عطا درباره پیشنهاد لغو جزا برای گذاشتن لایک در شبکه‌های اجتماعی تفصیلات داد. حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی علیه حکومت امامعلی رحمان به دادگاه بین المللی جنایی شکایت کرده است. مسئولان حزب روز 11 اپریل گفتند که این دعوا از 250 صفحه عبارت است و در 4 سال آماده شد. در تهیه و پیشنهاد آن 3 سازمان خارجی سهم گرفتند. محیدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی
محتوای شکایت‌ها دعوای خود را به دادگاه بین المللی جنایی شهر داد. اساسی ما یا دعوای اساسی ما بالای این است که حکومت جمهوری تاجیکستان در طول سالهای 2011 تا 2024 این زمانی هست که شکایتی ما در بر میگیرد، هم جنایت‌های ضد بشریت صادر کرده است، هم کشتار، گروگانگیری، خش و تبار مخالفین، مصادره غیرقانونی اموال، حبس غیرقانونی و ده‌ها نمود جنایت‌های دیگر از شکنجه و تجاوز تا فشار معنوی و روانی. حکومت تاجیکستان هنوز واکنش نکرده است. بیش از 120 کشور عضو اساسنامه رمی دادگاه بین المللی هستند. از میان جمهوری‌های پساشوروی کشورهای بلتیک، گرجستان و تاجیکستان سند شامل شدند به عضویت دادگاه بین المللی جنایی را تصویب کردند. در یک صدمه در شهر الدن یاقوتستان روسیه 4 شهروند تاجیکستان و 1 شهروند قرقیزستان هلاک شدند. خدمات ایالت‌های فوق‌العاده شهر الدن گفته است که حادثه صبح روز 11 اپریل یعنی امروز رخ داده است. مهاجران سواری ماشین تویوتا پریوس بودند و با ماشین بارکش کمز برخوردند. یک تن از نزدیکان مهاجران در صحبت با رادیو آزادی گفت که هلاک شدگان ساکن ناحیه شهرستان ولایت سوخت بوده همان روز از تاجیکستان آمده بودند. با گفته او شهروند هلاک شده قرقیزستان راننده تاکسی بوده است و شهروندان تاجیکستان را باید تا شهر الدن میرسانده است. مقامات محلی گفتند سبب‌های صدمه را تحقیق می‌کنند. جسد فوتیدگان به نزدیکانشان سپرده شده است. مهاجران هلاک شده در یک کارخانه شهر الدن کار می‌کردند و از تاجیکستان از رخصتی 1 ماه به کار پس می‌گشتند. شرکت تاجیک ایر که چند سال باز پروازهایش قطع شده بود دوباره به کار آغاز کرده است. این شرکت در چند بحث دادگاهی با $10 میلیون باخته قرضدار بود. مسئولان شرکت میگویند مشکلشان حل شده است و دوباره به پروازهای داخلی آغاز کردند. مشتریان میگویند نرخ بلیط این شرکت بیرون از توانایی آنها است. براد یوسفی و عبدالغنی عبدالوهاب در این باره گزارش دارند. صالح یوسوفو ساکنی بازنشسته شهر کولوب تصمیم دارد از شهر دوشنبه توسط تاکسی به زادگاهش برگردد. او را خبری راهاندازی شدن پرواز هواپیماهای مسافربر میان دوشنبه کولوب خوشنود کرد، اما میگوید مثل هزاران نفر دیگر توان سفر با هواپیما را ندارد. خیلی ارزان‌تر است. 300 سوم قریب 4 کس میرایده. کمش خوبه. و خیلی ارزان شدن خیلی. خود سامالو دام جواب کرد 350 سومتی و 50 سومی عده کس بره 700 سوم یا ولی تایید. با چیکار میکنید درش؟ نمی خیلی وزید. تاکسی از چند میبرد؟ وزید مثال در گفتن 60 میبرد. انا پیشترش که با 357 کس میره. پس از ایست 6 ساله شرکت ملی تاجیک ایر پروازهایش را به خوروغ، کولوب، پنجکن، خوالینگ و رشت آغاز کرد. در اداره فروش چیپتاهای این شرکت گفتند ادامه پروازها با شماره مسافران بستگی دارد. خوروغ نه اولی نپردیم هفته‌شی. کولوب هم خیال بود و هوا بزرگ. جمعه داریم ریس و شنبه. اگر پاساژیر داشته باشیم میپرد. قرم 350 سومون روزای درک دوشنبه، چهارشنبه، جمعه میپریم. پنجکن 400 سومون سه‌شنبه، پنجشنبه، یکشنبه. پنجکن کولوب کم غرب خوالینگ بازی پریدیم. خوروغ خوالینگ غرب. تلاش‌های با تکراری ما برای دریافت نظر رسمی شرکت تاجیک ایر در مورد پروازهای محلی و موفقیت و مشکلات آنها بی‌نتیجه بودند. مسئولان شرکت در اول نامه رسمی طلب کردند ولی با وجود پیشنهاد نامه و تماس‌های با تکرار حاضر نشدند به سوال‌های آزادی پاسخ گویند. عبدالرقیب قادیروف کارشناس ساحه راه و نقلیات میگوید شرکت تاجیک ایر در حالی میتواند در مسیرهای داخلی موفق و خودکفا شود که هواپیماهای زمانوی و کم مصرف وارد کند. طبیعی است که این در قدم اول نرخ‌ها بالا است، اما طبیعی است که اگر فضای رقابتناک احیا شود هواپیماهایی که خرج کمتر دارند دسترسی پیدا کنند شرکت تاجیک ایر میتواند که همین بازار یک خدمترسانی هواپیمایی محلی را پرره در اختیار خود بگیرد. شرکت دولتی تاجیک ایر چند سال اخیر با مشکلات جدی مالی روبرو است. بعضی از هواپیماهای تاجیک ایر در فرودگاه‌های خارجی حبس شدند. یک تحقیق رادیوی آزادی نشان داده بود که تاجیک ایر از اداره انداز، بانک‌ها، فرودگاه‌ها و خدمات تکنیکی زیاده از $40 میلیون قرضدار شده است. در پی بحث با سکایدرو لیزینگ یک هواپیمای تاجیک ایر را در فرودگاه هونوک‌های مسکو حبس کردند.
مدیر تاجیک ایر پرویز شادمانزاده روز 29 январи امسال گفت علاقه $500,000 را به حساب اسکای رود لیزینگ گذراندند و قرار است $1.5 میلیون دیگر را پرداخت کنند. با گفته شادمانزاده بعد سازش با اسکای رود لیزینگ آنها هواپیمای خود را از فرودگاه ونوکوو آورده برای تعمیر به ازبکستان فرستادند. با این همه روشن نیست آیا شرکت کی از بحران بیرون می آید و خودکفا یا حتی با درآمد می شود. از احیای احتمالی پروازهای خارجی آن هنوز خبری نیست. در ولایت اندیجان ازبکستان منصبدارانی که در اتاق کاری نشأه می‌کشیدند از وظیفه برکنار شدند. با قول وزارت کاهش کمبغلی و شغل اهالی ازبکستان در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند، نشأه کشی رئیس شعبه این وزارت در شهر اندیجان و معاون او ثبت گردیده است. در همین حال مهاجران ازبکستانی که در جستجوی شغل بر روسیه می‌روند شکایت دارند که مقامات این کشور می‌خواهند آنها را به جنگ اوکراین سفربر کنند. در این باره همکارم زرنگیزی نوروزشاه گزارش می‌دهد. آنها به من گفتند تو به جنگ می‌روی. من گفتم شهروند ازبکستانم و نمی‌روم به جنگ. یوسف را در شعبه پلیس برای رفتن به جنگ مجبور کردند. او را که در مسکو کار می‌کرد پس از تفتیش سندهایش به پلیس آوردند. آنجا به گفته یوسف به او فشار آوردند و طلب کردند که به جنگ رود. من گفتم که مجبور نیستم در این نزاع شرکت کنم. سپس آنها شناسنامه مرا گرفتند و فهمیدند که از بانک قرض دارم. گفتند ما قرضت را می‌دهیم و تو به جنگ می‌روی. همین وقت دوبار به دوبینکه در زانوهایم زدند و گفتند چرا نمی‌روی؟ بعد این از گلویم گرفته به دیوار زیر کردند. من گفتم که به سفارت مراجعت می‌کنم. پس از 10 منوت مرا آزاد کردند. مهاجر به سفارت ازبکستان در روسیه مراجعت کرد ولی به او هیچ کمکی رسانیده نشد. در دست من طلانی هست که در سفارت ازبکستان دادند. من 3 مارس به آنجا مراجعت کردم. گفتم که باید به من یاری رسانند چون من شهروند ازبکستان هستم. فهماندم که به من فشار آورده استادند. پرسیدم که فشار آوردن و به جنگ بردن من برای شما اهمیت ندارد؟ آنها پاسخ دادند که شهروند محترم ما هیچ کمکی کرده نمیتوانیم. یوسف از بانک قرضدار است و باید 400,000 روبل پرداخت کند. والنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران میگوید حکومت روسیه حالا قرض مهاجران را نیز چون یک واسطه فشار استفاده میبرد و تلاش دارند با هر راه آنها را به جنگ اوکراین فرستند. تخمین میزنم که آنها با پایگاه قرضداران کار میکنند زیرا این رو از روزها هم زیاد میشنوم. آنها را نامشان را در این فهرست پیدا کرده میگویند یا ما تو را برای قلابی و قرضداری زندان میکنیم یا تو قرارداد را امضا میکنی. به گفتگو این نقض حقوق آدم است. در مرکز نگهداری موقتی خارجیان هم وضع تقریبا همین است. ما قرار اخراج تو رو به کار میکنیم ولی تو این رو امضا مون. تو میتوانی صاحب شهروندی روسیه و پول کلان شوی. تمامی اولیای تو شهروندی روسیه میشوند. به نقل یوسف پس از شکایت به سفارت هم حالت تکرار شد. باز پلیس او را باز داشته سندهایش را تفتیش کردند و از قرضداری او آگاه شدند. با او باز پیشنهاد کردند که با بستن قرارداد به ارتش رود. زاده ازبکستان دیگر باره به سفارت زنگ زد ولی به زنگش پاسخ ندادند. مهاجر تصمیم گرفت به وطن برگردد. من از پرزیدنت ازبکستان شوکت میرمانویچ و رهبران دیگر کشور کمک میخواهم. نیت دارم میانه ماه اپریل به مسکو برگردم. امنیتی مرا تامین کنید. من باید کار کرده عائله‌ام را تامین کنم. خواهش میکنم مرا حمایت کنید. این مهاجری ازبک میگوید مجبور است باز به مهاجرت رود تا کار کند و قرض بانک را برگرداند. اما میترسد که دوباره تلاش میکنند او را به جنگ فرستند. در ازبکستان این جنایت است. با سوالهای خبرنگاران تنهی میگرانت مدیا در این باره در سفارت ازبکستان هنوز پاسخ ندادند. اخبار آزادی به پایان رسید. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.